مسافرین محترم پرواز 061 آره اولین خرید تاره. سلام به ولاگ مسافرت خوش اومدین بچه. ما در وسط مسیر هستیم تا برسیم به مقصد اولمون با کیمیا خانم. بچه ها یوتیوب کیمیا رو میذارم، اگه که خواستین برین فالوش کنین، سابسکرایبش کنین یعنی، و لطفاً که بهش انگیزه بدین که هر چه زودتر بیاد توی یوتیوب. الان فرودگاه استانبولیم ولی مقصدمون اینجا نیست، داریم میریم یه جای دیگه و یه چند ساعت اینجا معطل هستیم، داریم ول میچرخیم. کیمیا خانمون کیفی که دیدین و خرید، مبارکش باشه، اولین خرید رو انجام داد، خیلی هم خوشگل بود و خوش قیمت. خلاصه همین، ما داریم میریم که ببینیم کجا میتونیم بیفتیم، یه چیزی بخوریم، یه شولکسی، یه استارباکسی، یه کافی. خب بچه ها، من اومدم صندل بگیرم به خاطر اینکه صندل ندارم، به شدت صندل لازم هستم. بین این دوتا موندم. حالا شما بگین کدوم، من خودم نظرم رو اینه. ببینیم کدوم انتخاب میکنیم. میخوام همین الان بپوشم برم. اینم اونه. اینم شد نتیجه خرید من. بریم کم کم به سمت مقصد بعدی. ساکامون رو تحویل دادیم. استارباکس ماچا میخوام. خب ببینیم ماچای استارباکس چطوریه. یادم نمیاد ماچاشو خورده باشم. و هم میگفتیم سیروپ بزنه، خیلی بد ماچاییه. شکر برداریم بریزیم تو. کثافته بچه. چند بودیم؟ 360 لیر بچه. یعنی تقریبا 700,000 تومان یه دونه. من با 700,000 تومان یه نهار میخورم تو تهران. واقعا استیک میزنیم. نه بخورش، میخواستم بخورش. آخه هابو هابی سلام. خب ما یه کمی چرخیدیم توی فرودگاه. الان دیگه میخوایم یه 2 ساعت استراحت کنیم. اینجا نشستیم تا پروازمون دیگه باز بشه. بعد بچه این نگاه کنید، این گوشواره رو من قبلا داشتم. خب بعد دیدم خیلی به اینا میاد، انداختم. بنظرم خیلی خوشگل شدن با هم. اصلا یادم نبود این گوشواره رو دارم، یه هایی دیدمش دیگه. خلاصه خیلی خیلی خستم. اینم رو دوشم بود. الان یه ساعت خیلی سنگینه، 5-6 کیلوه. یکم استراحت کنیم و انشالله زودتر برسیم دیگه. میبینمتون. کره این که خدای. خب بچه ما اومدیم یه چیزی بخوریم، بعدش بریم سوار هواپیما بشیم چون گشتمون شده بود. همین دیگه، پیده گرفتیم.
بعد یه مدل از این دوغای چیزی هست بچه‌ها کف داره اونو ایده ها رو با اونا میخورن. نام خوشمزه دوست داشتم. بچه کوله هستن چی جور بگوش الان همه میفهمم ما ندید پدیدیم. سلام و ما بعد از ساعتها توی راه بودن بالاخره رسیدیم به چشمه آلاچاتی و همین دیگه مقصد اول ما اینجاست. من قبلا اومدم و اینقدر که عاشقش بودم و دوستش داشتم همیشه دلم میخواست که دوباره برگردم و یه ولاگ خیلی خیلی باحال و خفن برای شما بگیرم. بچه‌ها ما پروازمون 2 ساعت دیلی داشت، به خاطر همین دیر رسیدیم. الان ساعت 6:30 اینطوراست و ما برای ساعت 7:30 یه ساحلی رزرو داریم که اسمش بیفور سانست بیچه. داریم با تاکسی میریم، خیلی سریع خودمون رو برسونیم هتل، لباسمون عوض کنیم و بریم به سمت اونجا دیگه. آرایش هم تو ماشین انجام دادم که دیگه کاری نمونه خیلی زیاد برای تو هتل. بچه آلاچاتی و چشمه که ما داریم میریم، داشتم میگفتم اگه که سالم برسیم حالا آلاچاتی و چشمه که ما داریم میریم یه شهر خیلی کوچولویه نزدیک ازمیر. ما رفتیم استانبول و اونجا یه پرواز داخل داشتیم به ازمیر و از ازمیر تا آلاچاتی حدود 1 ساعت با تاکسی راهه و همین دیگه. گفتم این اطلاعات هم بهتون بدم. یه شهر خیلی خیلی خوشگل و ساحلیه و خیلی شبیه وایب یونان و اینا بهتون میده، چون خیلی خیلی نزدیک یونان و قسمت اروپایی ترکیه است. خب رسیدیم، اینم از هتل ما با آلاچاتی. بچه من با 1000 بدبختی آماده شدیم، خیلی دیرمون شده، به غروب که نرسیدیم، حواستون که هست. داریم میریم به بیفور سانست بیچ. دستشویشو نشونتون بدم چقدر بامزه است. نگاه کنی سقفش این شکلیه، حمومش هم این شکلیه، خیلی بامزه است. بچه این شرایطیه که من باید بیام تا پایین از اینجا. سلام از فردا. بچه ببخشید دیگه ما دیروز با اینکه چون که مثلا خیلی تو راه بودیم اینا رسما مردیم و خوابیدیم. الان آماده شدیم داریم میریم یه ساحلی اسمش پلایا تروپیکاله. هنوز فرصت نشده شهر رو ببینیم و بهتون نشون بدم. فکر کنم مثلا امروز وقت نمی‌کنیم شهر رو ببینیم، ولی شهرش خیلی خوشگله و خیلی دلم میخواد بهتون نشون بدم و هر موقع دوست داشتین یعنی دلتون خواست یه مقصد همچین مدلی بیاین آلاچاتی و چشمه رو در نظر بگیریم. واقعا جای رویایی زندگی منه. دلم میخواست اگه یه روزی پولدار بودم یه ویلا میخریدم اینجا 3 ماه سال همیشه اینجا پلاس بودم. حقیقتشو بگم این اگر پولدار بودم این شکلی بودم. و الان داریم میریم از توی شهر داریم میریم
اکسچنج یه کوچولو پولامون رو عوض کنیم، بعدش بریم به سمت اون ساحله توی چشمه است و اینجا آلاچاتیه. اینا با هم حدود 10 دقیقه 1 رو 20 دقیقه این طورا فاصله دارن که این 10 دقیقه 1 رو فاصله هر رفتش فقط حدود 1000 لیره که میشه 2,300,000 این طورا، که کلن اینجا تاکسیش خیلی اذیته دیگه، خیلی گرونه. توی چشمه و آلاچاتی هم راه دیگه به جز تاکسی نیست. حالا اینجا رو یه کوچولو نشونتون بدم. ما دقیقا مرکز شهریم آلاچاتی. بچه این شهرشه، یکی از خیابونای اصلیشه. ببینید یکی در میون رستوران و بوتیک هتله. اینجا هتل بزرگ نیست، همش بوتیک هتله. سوپر یه چیزی میگه. خب رسیدیم به بیبلوس دوویز. خب بچه ها ما رسیدیم پلایا تروپیکال. اولش اینجوری مغازه داره، توش هم ساحله. شلوغ نیست چرا؟ چی؟ دیگه. خب بچه ها اینم به ما این تختای کنار چیز داد. من دیگه حالا از فیلم نمیگیرم، خیلی شاید راحت نباشن. به ما این تختای کنار آب داد، خیلی جاش خوبه. حالا جای دیگه هم نشونتون میدم. خب ما غذا رو زدیم، تقریبا بعد چند ساعت غذا خوردیم. آخرین باری که غذا خوردیم توی فرودگاه بود، کار 24 ساعتی بود بچه غذا نخورده بودیم. جدی چه حسی داری کیمیا خانوم؟ خیلی خوشحالم که سیر شدم. منم اخلاق نداشتم. خیلی هم راضی بودیم از غذا. بریم که آفتاب بگیریم. سلام بچه ها، ما دیگه آفتاب کلی گرفتیم و رفتیم تو آب. ساعت 3:30. از اون موقع دیگه فعلا چیزی نخوردیم. اینجا این شکلیه که یه ورودی میدی ولی کل اون ورودی رو میتونی که مصرف کنی، یعنی همش کردیتت میشه که میتونی خوراکی و نوشیدنی و هرچی میخوای باهاش بخری. ورودی جداگانه‌ای که پولت بره نداره، به جز 12% که حالا مالیات میگیرن. بعد نفری 4,000 لیره توی روزای هفته است، آخر هفته هم 5,000 لیره دیگه. ولی خب به جاش صبح تا شب میتونین بیان، تا حدود 8-8:30 هستش. کیمیا خانم هم خوابیده. من رفتم برم دستشویی، بعد دستشوییش که فرنگی بود، نه دستمالم داره نه شیر آب، خدا رو شد. دی تصمیم گرفتم نرم، نگه دارم تو خودم، فعلا ببینیم تا کجا میتونم نگه دارم. همین. ما هم دیگه آخر هفته اومدیم امروز، چون سانده یه دیگه فارسی کلی کم، یک شنبه است. 5,000 لیر دادیم. موافق هستم. بعد میتونی آکاوادو میزنی؟ ببین چی؟ فیک سالادو ناچوه.
بچه اینجا یه جام داره انقدر خوشگل، میتونی خودتو آب بزنی. اینم دستشویشه، خیلی خوشگله واقعا. منم دم دستشویی منتظر کیمیا خانومم و اینکه ساعت 5:30 ما چون شب یه جایی رو رزرو کردیم دیگه کم کم میخوایم بریم به سمت هتلمون، چون که اونجا هم باید حدود 9 شب اونجا باشیم که یه ساحل اسمش مانو دل سوله. من تا حالا 2 بار دیگه اومدم آلاچاتی و این واقعا یکی از بهترین بیچاش بود و با بهترین امکانات. صبحتون بخیر. واقعا ببخشید بچه از این زاویه‌های بد دارم فیلم میگیرم همش، ولی از زاویه‌های بهتر نمیتونم بگیرم. ایشالله استانبول براتون جبران میکنم. دیشب ما رفتیم همون جایی که بهتون گفتم، مانو دل سول و اینا. بد نبود، خوش گذشت. برگشتیم و خیلی خسته بودیم، واسه همین دیگه من تصمیم گرفتم اون دیشب و فیلم نگیرم، چون حقیقتا خیلی خسته بودم و کلا فشار کل این چند روز مسافرت انگار دیشب روم دیگه سوار شده بود. بعدم دیگه اومدیم یه کوچولو تو خیابونا چرخیدیم، یه چیز کوچولو همینجوری خیابونی خوردیم. امروز برنامه دوباره ساحله، یه ساحل دیگه. این ساحل هم توی چشمه جدید باز شده، اسمش زوئه بیچه. من کلا توی چشمه خیلی ساحلا رو رفتم و گشتم. یه دونش که جدید بود پلایا بود که ما دیروز رفتیم، اینم جدیده، یعنی این دوتا توی این 1-2 سال اخیر باز شدن و میتونم بهتون بگم بین همه اون قدیمی ها پلایا بهترین ساحلی بود که من رفتم. امکانات خیلی خوب، سرویس عالی، همه چی واقعا بی‌نظیر بود. اگه حالا روزی 1% چیز شدین، مسافر اینجا شدین، اینو تو ذهنتون داشته باشین. و اینکه واقعا بچه‌ها اگه با همچین وایبی از سفر حال میکنین فقط باید بیاین اینجا. مثل کیشه، مثلا کیش که صبح همه میرن پلاژ آفتاب میگیرن، فقط همون کار پاس و جام بسته است. اینجا صبح انگار مثلا شهر ساکته. خب صبح همه برنامهشون همینه که میرن بیچ کلابا آفتاب میگیرن تا عصر به بعد همه جا شلوغ میشه، رستورانا، خود مرکز شهر و اینجور چیزا. خلاصه اینجوری. من خودم خیلی این مدل سفر رو دوست دارم، ولی خب با سلیقه‌ایه دیگه. بچه این کوچه بوتیک هتل ماه، این شکلی. این خیابون اصلیه، اینم خودش. کلا فکر کنم 10 تا اتاق داره. الان میخوایم بریم صبحونه بخوریم یه جا، چون این یکی ساحله که میخوایم بریم فقط یه مبلغی داره برای ورودی، 1500 لیره ورودیش، که دیگه این مبلغ رو ازت فقط ورودی میگیرن، نمیتونی به جاش غذا بخوری. واسه هم میخوایم صبحونه همونه یه جای دیگه بخوریم که اونم خیلی باحاله. من 3-4 سال پیش با بقیه بچه‌های دوستان، با دورسا و پادینا و مینا، اگه دیده باشین تو ولاگام بعضی وقتا هستن، اومدم این کافه. یعنی هیچ وقت از ناخونای سفرم انقدر راضی نبودم. دیشب ما این غذاخوریه که این روبروی هتلمونه یه دونه ساندویچ گرفتیم، اسمش کومروه. حالا نمیدونم غذای محلی اینجاه یا غذای محلی کل استانبول، خیلی معروفه اینجا. فکر میکنم با سوجوک درست میشه. خلاصه خیلی خوشمزه بود. استانبول اومدین حتما اونو بخورین، جایی دیدین. خب اینه بومبیا.
خب بچه ما بعد از صبونه اومدیم زوه بیچ. اینجا بیچ زوه است که گفتم ورودی داره 1500 لی. بعد دیگه میتونی خودت چیز سفارش بدی. خب اینجا رو بهتون نشون بدم. اینجا هم دقیقا مثل همون ساحل قبلی است. این شکلی یه رستوران هم داره با آهنگ. این رستورانشه. این برم یه سری مغازه است. بچه ها بیایم ببینین چی پیدا کردم. یه دونه تاپ. مارکش هم بالا من نمیشناسم. اگه کسی میشناسه بگه. بوده 15,000 لیر. خدا حافظ 30 میلیونه. بعد شما پینه خرید نمی کنید. این همه زیبایی واقعا عادی نیست. ایشالله همه تون بیاین اینجا بچه ها اشغال کنید. جای منم خالی کنید. Anlaşıldı. Bunu var ya sulu yaparlar Bursa'da. Asıl onu yiyeceksin. اینو گرفتیم 400 لی. کره بازی. سلام به شما زیبارویان و قشنگان. بچه من واقعا دلم میخواد که آوتفیتامو نشونتون بدم ولی نمیتونم چون منظرم الان خیلی باحال شده تیپم. ولی ساری. داریم الان با کیمیا میریم مرکز شهر. امشب میخوایم بریم خود آلاچاتی رو بگردیم. کلی مغازه‌های خوشگل داره، رستوران داره، کلاب داره، بستنی فروشی مگنوم داره. یه چیز دیگه خلاصه میخوایم بریم ببینیم. حتما به شما میخوام نشون بدم چون بعضم خیلی خوشگله. همین دیگه بزن بریم. الانم اینجا چون ما مرکز شهریم پیاده میریم. کوچه‌هاش هم باریک سنگی عین اروپاست. من که اروپا نرفتم ولی anyways فکر میکنم شبیشه. سوپر استپ هم داره حتی. خب بچه ها وایستادیم بستنی مگنوم بخوریم. خیلی مغازش خوشگله. دوتاش 550 لیره. چی بریدیم؟ شیرین؟ تلخم دوست داری؟ من دوست دارم. میلک. یا Thank you. داریم میریم اینجا برای شام.
سلام از روز آخر آلاچاتی. ما بالاخره داریم میریم. 3 شب اینجا بودیم. ساعت 2:45 پرواز داریم به سمت استانبول و میریم اونجا دیگه. کلا استانبول میمونیم یه 4-5 روزم اونجا هستیم. حالا من الان باید اینو از اینجا ببرم پایین. یی